الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگر الله تعالی را سپاسگزار هستم که برایم توفیق داد تا در برنامه دیگر از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما عزیزان و گرامیان قرار دارم. بینندگان گرامی، بحثی که امروز می‌خواهیم به خدمت شما عزیزان بیان بکنیم موضوعی است در مورد مفاسد بدعت. ما بدعت را از دیدگاه قرآن، از دیدگاه سنت و از دیدگاه صحابه و بزرگان بررسی کردیم. حالا می‌خواهیم در آنچه که تا حال در موردش بحث کردیم به شکلی بگیم که جمع‌بندی بشه و در مورد از ضرر و مفاسد بدعت صحبت بکنیم تا انشاءالله مستقیما برویم از برنامه بعد به موضوعات بدعات در اعتقاد و بعدا به همین ترتیب انشاءالله آنچه که در برنامه بیان خواهد شد. بینندگان عزیز و گرامی، بدون شک این بدعتی که این همه ما از او تا حالا بد گفتیم و آن را نکوهش کردیم دارای ضررهایی هست. یعنی وقتی انسان چیزی را میکوبد و چیزی را رد میکند و چیزی را نکوهش میکند که دارای مفاسدی باشد، این بدعت دارای خطرها، مفاسد و مشکلاتی است که برای انسان و برای جامعه اسلامی به وجود می آورد که ما به بعضی از نکات و به بعضی از ضررها و خطرهای مهم و اساسی که بدعت دارد به خدمت شما عزیزان مطالب را بیان می کنیم. در واقع می توان گفت بزرگترین و اولین خطر و مشکلی که در بدعت نهفته هست این است که انسان مبتدع دین را تبدیل می کند، دین را تغییر می دهد. چگونه دین را تغییر می دهد؟ به زعم و گمان خود و در میان خود دین را تغییر می دهد. نمی تواند کل دین را تغییر بدهد. فقط در میان اهل بدعت، در میان کسانی که از او پیروی می کنند و این انسان خودش دین را تغییر می دهد به زعم و گمان خود و برای پیروان خاسر و پیروان بدبخت خود، در حالی که الله تعالی می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین، آیه 3 سوره مائده، که من دین را به شما کامل کردم. ولی انسان می آید یک سری چیزهایی را به دین اضافه می کند، جای را تبدیل می کند، جای را تغییر می دهد. این خیلی خطرناک است. جایی که اگه عمل سنت است بدعت خود را جای می دهد، جایی که آن عمل نباید انجام بشود باز آنجا را سنت می خواند، آنجا را می گوید سنت است. در حالی که الله تعالی دینش را تکمیل کرده، این انسان به زعم و گمان خود دین را ناقص می بیند و می گوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله تبارک و تعالی این موضوع را اشاره می کند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ولی انسان می آید چیکار می کند؟ انسان می آید دین را برای پیروان خود تغییر می دهد، اینجا را اضافه می کند، اینجا را کم می کند، سنتی از سنت ها را نابود می کند و به جای آن بدعت خود را جای می زند. این اولین زیان و اولین خطری است که در واقع انسان اعتقاد به آن پیدا می کند و جامعه اسلامی را به سوی تباهی می کشاند. دومین خطر و ضرری که در واقع بدعت برای امت اسلامی دارد این است که امت اسلامی را متفرق می کند. امت اسلامی را دوچار تفرقه می کند، دوچار تشتت می کند. چگونه؟ وقتی اهل بدعتی را ایجاد می کنند، بدون شک اهل حق را ناحق می دانند. می گویند ما کار خوبی کردیم، ما کار نیکی کردیم، یا به تعبیر بعضی ما بدعت حسنه ساختیم، اشکال نداره. ولی اهل حق چون بر خود لازم می دانند که جلو این بدعت را بگیرند، جلو این بدعت را در واقع
بگیرن و از بین ببرند، باعث بر این میشه که دوچار تفرقه میشوند. این میگوید بد است، این میگوید خوب است. اهل حق بر خود لازم میدانند و باید جلو و باطل را بگیرند، ولی این اهل بدعت هستند که با این بدعت خود باعث تفرقه در میان امت اسلامی شدند. ما در جامعه خود فراوان داریم، فراوان این موضوع را مشاهده میکنیم. بینندگان عزیز، هر کسی که ما را میبیند و صدای ما را میشنود در جامعه خود همه انشاءالله که این چیز را تجربه کردیم. و بعضی ها که تجربه نکردن، الله تعالی آنها را نجات بدهد که این تجربه را نکنند. و آن این است که وقتی اهل بدعت در جامعه ظهور بکنند باعث تفرقه امت اسلام میشوند. و عجیب این است، انسان تعجب میکند این انسان مبتدع با این بدعات خود، با این مفاسد خود، با این مشکلات خود آمده تفرقه را در میان امت اسلامی انداخته، آن وقت این تفرقه را به گردن اهل سنت می اندازد. این تفرقه را می گوید اهل سنت به وجود آوردند. کسانی که از سنت پیامبر دفاع می کنند، این اهل بدعت می گویند نه، این تفرقه ایجاد کرده، این تفرقه انداخته در میان امت اسلامی. چرا جلو ما را گرفته؟ چرا می گوید شما این کارها را انجام ندهیم؟ عجیب است. یعنی امر کاملا برعکس شده. خودش میآید اختلاف میاندازد میان امت اسلامی با این بدعت خود و امت اسلامی را دوچار تشتت و پراکندگی میکند. آن وقت این تشتت و پراکندگی را در حساب اهل سنت حساب میکند، در حساب آنها مینویسد، کتاب مینویسند، مقاله مینویسند که اینها فلان هستند و فلان هستند، اینها تفرقه ایجاد میکنند، در حالی که تو هستی که تفرقه میاندازی. ای انسان مبتدع، ای انسانی که مخالف سنت پیامبر هستی، از خدا بترس. بدعت را تو ایجاد کردی، تفرقه را تو ایجاد کردی، مشکلات را تو در میان جامعه به وجود آوردی. آن وقت کسی جلو تو بیستد بگوید این بدعت را انجام ندی، آن می شود شخصی که تفرقه انداخته؟ آن می شود شخص متشدد؟ عجیب است. کجاست انصاف شما؟ کجاست دین شما؟ کجاست اعتقاد شما؟ کجاست باور شما؟ بنابراین یکی از ضررهای بدعت این است که بدعت در میان جامعه تفرقه به وجود می آورد، در حالی که الله می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ولی این بدعت تفرقه به وجود می آورد و چنگ زدن بر ریسمان خدا و سنت پیامبر علیه السلام را از بین می برد، نابود می کند، چیزی باقی نمی گذارد. بدعت باعث از بین بردن سنت ها می شود، چنانچه ما در برنامه های گذشته هم به این موضوع اشاره کردیم. وقتی سنتی می آید، وقتی بدعت می آید، سنت را از بین می برد، سنت را نابود می کند، سنتی از میان جامعه برداشته می شود. بدون شک اعمال پیامبر علیه السلام، کاری را که انجام دادن، اینها برای ما سنت هست. ولی انسان مبتدع چون خود را صاحب تشریع می داند، می آید بدعتی را می گذارد و این سنت خود به خود از بین می رود در میان امت. خود به خود این سنت آهسته 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 از میان جامعه برداشته می شود. و همچنین انسانی که بدعت انجام می دهد، یکی دیگه از ضررها، یا بگیم چهارمین ضرر از ضررهای بدعت این است که انسان مبتدع، انسانی که بدعت می گذارد، در حالی که این عملش بدعت هست، بدعت خود را خوب می پندارد، فکر می کند که کار خوبی انجام می دهد، در حالی که کار بدی انجام می دهد. چنانچه الله سبحانه و تعالی به این موضوع اشاره می کند در سوره مبارکه کهف آیت 130 و 104. الله تعالی می فرماید قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الله تعالی می فرماید ای پیامبر بگو آیا شما را با خبر نکنیم از اعمالی که بدترین هست، زیانبارترین هست؟ بعد الله تعالی می فرماید الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
اینها کسانی اند خاسرترین مردم، زیانبارترین مردم، زیانکارترین مردم کسانی هستند که در گمراهی خود سعی و تلاش میکنند. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اینها کسانی هستند که سعی و تلاش آنها نابود می شود در زندگی دنیا. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی باز هم فکر میکنند کار خوبی انجام میدهند. با عمل کرده بد خود اعمال آنها از بین رفته، ضایع شده، چیزی باقی نمانده، ولی با آن هم فکر میکنند کار خوبی انجام میدهند. بدعت انجام میدهد ولی باز هم فکر میکند که کار نیکی انجام داده. نعوذ بالله. این خطرناکه. انسان کار بد خود را فکر کند کار خوبی انجام میدهد. این انسان زیانکارترین انسان هاست، بدبختترین انسان هاست. و بدعت این حالت را دارد. بدعت چنین است که انسان مبتدع فکر میکند کار خوبی انجام میدهد، در حالی که کار بسیار بد و کار زشتی را انجام داده. در واقع انسانی که مرتکب بدعت می شود و انسان مبتدع دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را زیر سوال می برد. مگر می شود پیامبر علیه السلام که به تبلیغ و برساندن دین الله تعالی مکلف شدند، مجبور شدند، پیامبر علیه السلام چیزی را ترک بکنند؟ آیا چنین چیزی امکان داره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم که خداوند متعال جل جلاله اونها را به تبلیغ و برساندن حقایق برای مردم و برساندن دین خدا برای مردم آنها را مجبور کرده و مکلف کرده، پیامبر کوتاهی بکنه؟ آیا همچون چیزی امکان داره؟ ولی انسان مبتدی به چنین عقیده‌ای هست. حالا این که در زبان نگوید، ولی اگر با اندک فکر توجه بکند این موضوع را درک میکند. پیامبر علیه السلام این چیز را نگفتند، چرا تو این کار را انجام میدهی؟ پیامبر علیه السلام نگفتند، نکردن این کار را، چرا تو این کار را انجام میدهی؟ شاگردان مکتب پیامبر نکردند، تو چرا این کار را انجام میدهی؟ مگر پیامبر علیه السلام در دعوت خود کوتاهی کردند؟ پیامبر علیه السلام در دعوت خود کوتاهی کردند؟ الله تعالی برای پیامبر علیه السلام میگه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میفرماید پیامبر آنچه را که خداوند برای تو گفته آن را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ بکن برای مردم. اگر این کار را نکردی به تحقیق که تو ای پیامبر تبلیغ و رسالت خود را درست نرساندی. مگر نعوذ بالله می شود پیامبر علیه السلام از دستور خداوند سرپیچی کرده باشند؟ نعوذ بالله. و این چیز را نگفته باشند. حالا این انسان مبتدع، انسان بدبخت، انسانی که گمراه است، آمده چیزی را برای پیامبر علیه السلام نسبت میده یا به دین پیامبر چیزی را اضافه میکند؟ آیا همچون چیزی امکان دارد؟ نه خیر، حاشا و کلا. پیامبر علیه السلام حتما آنچه را که برای ما ضرور بوده گفتند. ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها. پیامبر میفرمایند من شما را بر راه روشن رها کردم و گذاشتم، شبش مانند روزش روشن است. پیامبر تبلیغ خود را کردند. ما شهادت میدهیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ خود را به صورت درست کردند و دین را به طور کامل بدون نقصان برای ما رساندند. ولی انسان مبتدع با زبان حال این شهادت ما را رد می کند، ولی قرآن این شهادت ما را تایید می کند. احادیث پیامبر این سنت این شهادت ما را تایید می کند. ولی انسان مبتدع با زبان حال، اگرچه با زبان قال نگوید ولی با زبان حال بدون شک این سخن را تایید می کند که بله من چنین اعتقادی دارم. نعوذ بالله. این آیه قرآن عظیم الشأن هست که الله تعالی در این مورد برای ما بیان میکنه در آیه 67 سوره مائده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در این مورد قولی هم از حضرت امام مالک رحمه الله هست که اجازه دهید بعد از میان برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز بیان بکنم. الله
وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز، در مورد قول حضرت امام مالک رحمه الله که در مورد آیت 67 سوره مبارکه مائده هست و در واقع تأییدی بر قول ما هست که ما گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت خود را کامل کردند و همچنان انسانی که معتقد بر بدعات باشه و دنبال بدعات بره یا خودش بدعت بسازه، در واقع انسان به زبان حال میگه که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله در امر رساندن تبلیغ و رساندن دین و تبلیغ دین کوتاهی کردن نعوذ بالله. و ما گفتیم که ما عقیده و باور ما بر این هست و ما اعتراف میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را کامل کردند و چیزی را از دین باقی نگذاشتند که آنچه را که امت اسلامی نیاز داشته پیامبر علیه السلام برای امت رساندند. حضرت امام مالک رحمه الله در این مورد قول بسیار زیبایی دارند. حضرت امام مالک رحمه الله میفرمایند من احدث فی هذه الامه شیئا، کسی که در این امت چیزی را جدید به وجود بیاورد و جدیداً بسازد، لم یکن علیه سلفها، که قبلا همچون چیزی وجود نداشته، سلف امت از اون چیزی با خبر نبودن، چیز جدیدی، حالا بدعتیه، بدعتی در اعتقاد، بدعتی در عقیده و بدعتی در کارها و به هر صورت بدعت دینی به وجود آورده، حالا انسان در دین چیز را اضافه کرده. امام مالک رحمه الله میفرمایند فقد زعم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خان الرساله نعوذ بالله. به تحقیق این انسان گمان بری کرده و این انسان چنین میپنداره که گویا پیامبر علیه الصلاة و السلام نعوذ بالله در رسالت خیانت کردند. بله، این چنین است. ای انسان مبتدع، ای انسان بدعتی و انسانی که تو در واقع مردم را به سوی دلالت و گمراهی میخوانی، مگر چنین اعتقادی هست برای تو؟ مگر پیامبر علیه الصلاة و السلام در رسالت خیانت کردند؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. الله تعالی مردم را و مسلمانان را از شر این انسانهای مبتدع نجات بدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را کامل کردند. بعد حضرت امام مالک رحمه الله برای تأیید قول خود آیه مبارکه تلاوت میکنند که الله تعالی میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این قول حضرت امام مالک رحمه الله را امام شاطبی در کتاب الاعتصام، کتاب بسیار گوهربار و مبارکی که در رد بدعات نوشته شده، شناخت سنت و بدعت هست، جلد 2 صفحه 320، این قول امام مالک رحمه الله را امام شاطبی رحمه الله بیان میکنه. در واقع انسان مبتدع و انسانی که در واقع به بدعت مبتلا شده و بدعت گذاری در دین میکنه، اعتقاد و باورش بر این است که گویا ای دارد کار و عمل خیری را انجام میدهد، کار نیکی را انجام میدهد، در حالی که صحابه اون کار را انجام ندادند. آیا چون این چیزی امکان داره صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کاری که خیر باشد انجام نداده باشند؟ پیامبر گفته باشند آن کار خیر را انجام نداده باشند؟ شاگردان مکتب پیامبر علیه السلام از کار خیری که حالا بعد از قرنها یک انسان مبتدی آمده آن را گذاشته، آنها انجام ندادن، حالا این انسان انجام میدهد. عجیب است.
بدعتی را از پیش خود اضافه کرده، از پیش خود تراشیده، حالا مدعی هست به زبان حال که صحابی پیامبر علیه السلام، اصحاب پیامبر، گویا نعوذ بالله از این خیر محروم ماندند. آیا همچون چیز امکان داره؟ حضرت حذیفه صحابی پیامبر علیه السلام در این مورد قول بسیار زیبایی دارد که شنیدنی است. بینندگان عزیز خوب متوجه باشید قول حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه چی میگوید؟ میفرماید کل عبادت، دقیق باشید، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول الله فلا تعبدوها. میفرماید هر عبادتی که اصحاب پیامبر آن را انجام ندادند، شما آن را عبادت نکنید، آن را انجام ندهید. چرا؟ چون امکان ندارد عمل خیری وجود داشته باشد و پیامبر از آن امت خود را باخبر کرده باشند و صحابه آن را انجام نداده باشند. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نسبت به انجام سنت پیامبر حریص بودند، بسیار حریص بودند نسبت به اینکه سنت پیامبر را انجام بدن و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها فرمودند آن را عملی بکنند. امکان نداره چیزی از پیش آنها که خیر بوده باشد باقی مانده باشد. ولی انسان مبتدع، انسانی که در واقع به سوی بدعت روی آورده و بدعت برای مردم میتراشد، میگوید این عمل را من ساختم، بدعت حسنه هست و صحابه هم این کار را انجام ندادند. آیا ما این کار را انجام بدهیم؟ صحابه پیامبر علیه السلام که بهترین امت هستند، صحابه پیامبر که شاگردان مکتب پیامبر هستند، در نزد پیامبر و در پیشگاه پیامبر زانوی شاگردی زدند، آنها نمیدانند ولی بعد از چندین سال، بعد از سالهای متوالی و متمادی، حالا یک انسان نادانی، انسان جاهل و دجال و کذاب آمده برای ما دین میتراشد. آیا ما عمل بکنیم؟ انتظار داری که از تو پیروی بکنیم ولی شاگردان مکتب پیامبر را ترک بکنیم؟ عجیب است. آن وقت توی انسان مبتدی میایی میگویی که ما اختلاف میاندازیم ولی تو به دنبال اتفاق هستی؟ نه به خدا قسم، تو آنچی را میگویی که مشرکین مکه میگفتند، آنچی را میگویی که ابو جهل و ابو لهب میگفتند محمد صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله در میان ما اختلاف میاندازد، در حالی که پیامبر آنها را به سوی حقیقت میخواند. تو در واقع همان سخن را تکرار میکنی. تو انسان مبتدی که نیاز به این داری که فهمانده بشی و تو در میان امت اسلامی تفرقه ایجاد کردی و عملی که صحابه پیامبر انجام ندادن آن را انجام میدهی و آن را عبادت میگویی و مردم را به سوی آن دعوت میکنی. لازم است بر امت اسلامی که جلو تو انسان مبتدی را بگیرند. فرض است بر امت اسلامی که جلو بدعت تو استاد بشن و بدعات تو را افشا بکنند که مردم بدانند، تا تو انسان مبتدی هستی و مردم از دنبال تو باز آیند. این یکی دیگر از ضررهای بدعت هست عزیزان. و ضرر دیگری که در واقع دارد این است که اعمال انسان قبول نمی شود. انسان مبتدع وقتی عملی را بر اساس ساخته و پرداخته خودش انجام می دهد، این عمل در پیشگاه خدا قبول نمی شود. چرا؟ چون ما در میان علما اقوال داریم از علمای بزرگوار و علما شرایط را برای قبولیت دعا می گذارند. می گویند اولین شرط این است که انسان وقت عبادتی را انجام می دهد بدون شک این عبادت در او اخلاص باید وجود داشته باشد و دیگر این که این عبادت موافق سنت پیامبر باشد. اخلاص و موافقت با سنت پیامبر علیه السلام. ای انسان مبتدع، خودت را خسته نکن، خودت را آزار نده در آنچه که به سنت پیامبر وجود ندارد، آنچه که سنت نیست و خودت مطمئنی که این عملت بدعت هست. خودت را آزار نده، خودت را اذیت نکن. این عملت در پیشگاه خداوند متعال قبول نمی شود. با کجا با این همه تأکید ما میگوییم قبول نمی شود؟
چون الله تعالی با ما خبر داده، پیامبر علیه السلام با ما خبر دادن که عبادت توقیفی هست، باید عبادت بر مبنای قرآن و سنت باشد. نمی شود هر کس بیاید برای خود عبادتی بتراشد و عبادتی بسازد و برای مردم را تشویق کند که بیایید ای مردم این عبادت را انجام بدهید. یکی بیاید نماز را مثلا 6 وقت بکند، یکی بیاید در اذان اضافه بکند، یکی بیاید در اذکار اضافه بکند، طریقه‌ای در اذکار بسازد، در درودهای اضافه بکند. هر کس بیاید از پیش خود چیزی بسازد، ما دنبال آن برویم؟ انتظار داری بیایم دنبال تو؟ موافق سنت پیامبر نیست. پیامبر انجام ندادن، صحابه پیامبر انجام ندادن این کار را. آن وقت انتظار داری که الله تعالی این عمل تو را بپذیرد؟ نه خیر. عمل اهل بدعت آنچه را که در بدعت آنهاست و عمل بدعتی را انجام میدهند الله تعالی نمیپذیرد. چون در عمل شرط اخلاص و شرط موافق بودن با سنت پیامبر علیه السلام الزامی است، لازمی است، باید در روش پیامبر انجام شود و الا این عمل در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی بها و ارزشی ندارد. خب عزیزان بیننده، در این قسمت هم برنامه را تمام می کنیم، ولی ان شاء الله در برنامه‌های بعدی که پیش رو خواهیم داشت در مورد بدعات اعتقادی موضوعاتی را به خدمت عزیزان بیان خواهیم کرد و بعد از آن هم ان شاء الله بدعاتی که در میان جوامع اسلامی امروز وجود داره، چی در مسائل عادات و چی در مسائل عبادات و در مسائل روزمره‌ای که مسلمان ها بدعاتی که با آن گرفتارن ان شاء الله مطالب را بیان خواهیم کرد. اما در اولویت قرار می‌دهیم بحث بدعات اعتقادی که ان شاء الله در برنامه بعدی آغاز خواهیم کرد. تا برنامه بعدی همه شما را به الله تعالی میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.